امروز که ساقی چمن نرگسی امروز که ساقی چمن نرگسی مست است امروز که ساقی چمن نرگسی مست است بلبل شده گوینده و گلدای را در دست بلبل شده گوینده و گلدای را در دست بر خاک شکر بنده این طرفت شبها این طرفت شبها بر خاک شکر بنده این طرفت شبها خون بر جگرم از شکری لعل تو بسته است خون بر جگرم از شکری لعل تو بسته است. мавлуда раҷабзода бонуест ки ҳаёти умри худро ба хондани сурудҳо дар жанри шашмақом гузаронидааст. ӯ имрӯз ҳамчун шашмақом саёҳ дар ҳудуди ҷумҳурӣ шинохта мешавад ва ӯро низ дар меҳмонии барномаи субҳи хатлон даъват намудем. аслан шашмақом аз 12 мақом иборат буда, омада бо гузашти айём то замони мо омада 6 мақом омада расидааст. яъне ки бузург, сегоҳ, дугоҳ, рост, ироқ ки дар бар мегирад. ҳофизони ҳамон давраи дарбори шоҳ, шашмақомсароён, ҳоҷи абдулазизи расул, содирхони ҳофиз ва дигарҳо ки дар ҳамон давра дар ин жанр фаъолият доштанд, ки онҳо беҳтарин ҳунармандони дарбори шоҳ буданд. ба он хотир номи онҳо, неки онҳо то мо расидааст. دوش بودم هم نفس تنها با یک جانانه دوش بودم هم نفس تنها با یک جانانه ناز می کرد و به زلفی خویش می زد شانه ناز می کرد و به زلفی خویش می زد شانه دست را برگردنی آن نازنین انداختم قهرش آمد گفت ای وه تو مگر دیوانه قهرش آمد گفت ای وه تو مگر دیوانه. این غزل از جامی آهنگ کلاسیکی با نام جانانه. خلق ما همین دو ژانر، هم فلک هم ششمقام از نیاگان باقی مانده است. من در هر دو هم ذوقی بی اندازه دارم. من طولی 19-20 سال در انسامبل ششمقام فعالیت کردم. دوست می دارم ششمقام را، چون که اصلا از غزلیات جامی و حافظ و بیدل و هلالی اینا عبارتن. همه مغز سخن، مغز موسیقی در اینا دیده می شود و همین گفتنی هم که اگر هر یک آوازخوان اگر خواهد که آواز تکمیل یابد، آواز یک برای خواندن یک سرود اگر تیار باشد، این به طرز خیلی که در اول کار هنرمندا سر میکنن رسپیفت، این آهنگ‌های ششمقام گویا که یک من تکمیل دادن آواز بسیار همه خیلی یک نازکی‌های خوب دارد. اگر سالی شده توانید، اگر هنرمند خوب، هنرمند موسیقی خوب را به خود درک میکردگی یا که یک سخن خوب را به خود درک میکردگی، باید که از ششمقام استفاده برد. ای چهره زیبای تو رشکی بوتانی آذری، ای چهره زیبای تو رشکی بوتانی آذری، هرچند وصفت میکنم لیکن از آن بالاتری، تو از پری چابک تری، از برگ گل نازک تری،
از هرچی گویم بهتری حقا عجایب دلبری از هرچی گویم بهتری حقا عجایب دلبری تو من شدی من تو شدم من تن شدم تو جان شدی تو من شدی من تو شدم من تن شدم تو جان شدی تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری. دوستی ما در همه شهرنامه‌های منطقه‌های جمهوری ما با برنامه‌های خوبی شش مقام همه ساله و سفرهای هنری کردیم. این حال پای عدالت خون کامل و در نفقان اون کس با ما سالیانی زیاد با ما همکاری کردن. پای عدالت کامل و محمد رضا اشور خالی میرزا زنگی مراد همکاری کردیم. سفرهای هنری زیاد داشتیم با هم. تشکر زیاد میگم به پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت محترم امام علی رحمان که این دو ژنری که از نیاگان به ما باقی مانده است این رو دستگیری کرد. همه ساله این یک روز معین خود را دارد. این حال در انسمبل فولکلوری etnografی خوتل کار و فعالیت داشته باشم. مهر شش مقام در دل من جای دارد. برای همون بگذار که همیشه این دو ژنر در بین خلق پایدار باشد و جوانان ما هم آموزن و ادامه دهند. شهر